درود به کل شما دوستان عزیز. با پیشنهاد گرمترین سر و صداهای ترانسفری و آخرین گزارش‌های زمستانه ترانسفری، برنامه امروزه ترانسفر در عمل را آغاز می‌کنیم. نخستین موضوع برنامه امروز البته که سخنها سر جنجال برانگیزترین حمایتگر فوتبالی میباشد و این هم دیوید آلابا است. هرچند که چند پیش دیوید آلابا در خصوص ترک باواریا نمودنش در آخر همین موسم اعلان نمود و با همین به مسند ورزشی 13 ساله خود در میونخ نقطه گذاشت. سر و صدا اطراف دسته منبعه دیوید آلابا از پیشتر دیده باز هم بیشتر شدند. نوابسته به آنکه همگان دسته نوین احتمالی آلابا را ریال مادرید میگویند و گویا که بازیگر استرالیایی با درست نمودن شرطنامه نوین با معاش سالانه 10 میلیون یورو هم با جانب بلانکوس به موافقه رسیده است. ولی نشریه فوتبال لندن باشد چنین میگوید: مخلصان ارسنال پس از ایدگار باز یک گزارش دیگر را انجام دادند و چطور سرچشمه اطلاع میدهد ارتش توپچیان الکی دست به کار شده است. مخلصان دسته از امیریتس این مورد در مورد جلب کنی دیوید آلابا به ارسنال فعالانه تلاش میکنند. نفری که چند پیش در خصوص رفتنش از باواریا اعلان کرده بود. پیشتر نیز آلابا را با تیم لندنی تقدیربندی می نمودند، چرا که این استرالیایی از آوان کودکی این جانب توپچیان را مخلصی می کند. اما واضح تر کرده بگیریم، امضا کنی شرطنامه با آلابا در ارسنال خیلی مشکل است، چرا که دست از امیریتس احتمالاً طلبات پولی بازیگر منتخب استرالیا را قانع کردن نمی تواند. ارلینگ هالند باشد از بهترین حمله‌وران است که در همین روز و ساعت‌ها و عموماً در فوتبال معاصر به همه دسته‌ها چون آب و هوا ضرور است، خصوصاً پس از آنی که با 3 گل خود به مثال امباپه در لیگ قهرمان‌ها برای تیمش در سفر پیروزی آورد. و زبان موسیقی اگر بگوییم، ارلینگ هالند عین زمان راک ستاره فوتبال اروپایی است که مهارت‌های میدانی او به مثال استعداد بلند بازیکنی در جریمه‌گاه و حالت‌های خوب جسمانیش همگان را به حیرت می‌آورند. وقتی بازی در جریمه‌گاه، هالند عاقلانه در رادیوس 10-15 متر از دروازه‌ها موقع گرفته با یک رسش ضربه جانب دروازه می‌فرستاند و البته که چنین اسلوب بازی را هنوز از بازی‌های نخستش در صف دورتموند نشان می‌داد و محض از روی نشان دادن آماری در برابر رونالدو و لواندوفسکی از پیش‌صفان اصلی است. وقتی بازی با سر نیز موفقیت‌های هالند بهترین خصوصیت‌های بازیگر نروژی را نشان می‌دهند. اگر در خصوص سرعت هالند حرف زنیم، 11 گل از 23 را هالند هنگام سرعتگیری خاصه در عکس الهجوم‌ها به ثمر رسانیده است. خلاص که ارلینگ هالند کلی طلبات‌های موفق‌ترین بازیگر دوران معاصر را دارا بوده. برای منسیتی به خاطر آن ضرور است که عین حال از نبود حمله‌ور گلزن تنقسی می‌کشد. منچستر یونایتد باشد به خاطر عوض‌کنی کوانی بزرگسال تلاش‌ها انجام می‌دهد و اینتر همصف قلای برای لوکاکو را جستجو دارد. لیورپول باشد چطوری از نتیجه‌های اخیر می‌بینیم باید که تازه‌کاری در رعایت کند و ریال مادرید باید که همکنون عقل پیدا نماید تا از برای خریداری 70 میلیون یوویچ از مخلصانش عذرپرسی نماید و البته با آوردن ارلینگ هالند به مادرید. خلاص که بازیگر نادری منتخب نروژ تابستان به کدام دسته گذر می‌کند تا حال معلوم نیست، ولی معلوم آن است که برای کلی دسته‌های پیشتاز این حمله‌وری سرآفری دورتموند مهم است و نجات بخش. در امور فوتبال روسی باشد انحنای خاصی مغلوب نشوندگی زنیت در راه جایزه‌های داخلی ویران شد پس از آنی که ارسنال محلی از تولا دسته قدرتمند پتربورگ را از راه مبارزه برای جام روسیه بیرون کرد. در خریداری بازیگران نو باشد مغلوبیت دسته پیتر سوخته بالای نمک‌آب را میماند. چند پیش اگر زنیت امکانی باز آوردن خلق را از دست داد، این مورد باشد پورتو برای عوض 15 میلیون یورو حمله‌وری گریمیو پپ را خریداری نمود، نفری را که باید همگان در ساحل دریای نیوا پیش‌وازگیری می‌نمودند. باشگاه پرتغالی و گریمیو باشند در خصوص گزارش پپ با موافقه رسیده. خودی گزارش فوتبال بازی برزیلی باشد سنه 1 یولی سال 2021 انجام داده می شود. تا این مولد باشد این بازیگر 23 ساله با طور اجاره در صف تیم برزیلی ادامه مسند ورزشی می کند. شرطنامه پپ باشد با پورتو تا سال 2026 مولد پیدا نموده. از فروش منبعه بازیگر پرتغالیا 70 میلیون یورو کار کردنی‌اند. از منفیت بخشی خاصه هالند که گفتیم، اگر درباره اشتیاق‌های ابردست‌ها نسبت امباپه نگوییم،
عیب می شود و با یک ندا باید گفت که لیورپول آماده جداکنی 200 میلیون یورو برای گزارش امباپه است و با همین لیورپول نیت کرده است که با ریال مادرید از برای بازیگر PSG کلیان امباپه سر به سر شود. طبق معلومات لپارزین، رهبریت تیم مرسی سایدی آماده است که برای خریداری این بازیگر 22 ساله 200 میلیون یورو جدا نماید. پیشتر باشد خبر داده میشد که تیم پاریژی در تابستان می آمد امباپه را میفروشد اگر بازیگر از شرطنامه نوین با تیم پاریژی باری دیگر دست کشد. شرطنامه کلیان با PSG باشد تا میانه سال 2022 مهلت داشته. در موسم جاری چمپیونات فرانسه این حمله‌ور در 21 بازی انجام دادهش مؤلف 16 گل و 6 پرتافت گل‌آور شده است. در صف PSG باشد امباپه از سال 2017 از دوران گذارش از موناکو برآمد می‌کند. همزمان اطراف گزارش تابستانی جنجال‌آور و پر سر و صدای سوارز به دسته مادرید باز یک گپی نو پیدا شد. اتلتیکو به بارسا 5 میلیون یورو بدون آگاهکنی بازیگر اوروگوئه‌ای پرداخته است، در حالی که 6 میلیون دیگر همچنین در شکل علاوه پول‌ها وجود دارند. با چنین رفتار میتوان گفت که بارسلونا از برای گزارش حمله‌ور منتخب اوروگوئه لوئیس سوارز به اتلتیکو پول گرفته است. اطلاع می‌دهد دیارو اسپورت تکیه به اوجت‌های گزارش انجام داده جانب‌ها. علاوه بر این گفته می شود که ارزش واقعی از برای آن گفته نشده است که سوارز میخواست به پول از بارسلونا رود، ولی چطوری پس آن معلوم می شود اینجا نیز بارسلونا بر عوض از دست راندن سوارز باز از برایش پول هم کار کرده است و خود همان پول نیز بدون آگاهکنی بازیگر وارد خزینه بلاوگرانا شده است. سوارز باشد به صف اتلتیکو پس از 6 سال برآمد در صف بارسلونا گزارش نموده عین زمان با 16 گل در 19 بازی‌های لالیگا در همین موسم صدرنشینی روی خط بهترین نشانزن‌های پریمیر می باشد. همزمان رایان شاوکراس از استوک سیتی پس از 13.5 سال کنار رفت. این حمایتگر به صف استوک هنوز سال 2007 پیوسته از همان دوران تا حال در صف تیم انگلیسی در عموم 453 بازی گذرانیده 25 گل هم زده است. از سال 2008 تا سال 2018 باشد شاوکراس در پرمیر لیگ انگلیا بازی می‌نمود و استوک را تا پس از سقوطیدن در قهر چمپیونشیپ هم ترک نکرد. پیشتر باشد خبر داده می‌شد که این فوتبال بازی 33 ساله ادامه مسند ورزشی در اینتر میامی می‌کند و چنین طور هم شد. رایان شاوکراس به دسته سابق حمایتگر منچستر یونایتد دیوید بکهام به پول گزارش کرد. او در بی‌گاهی استوک سرد بارانی این کار را کرده توانست. خوش آمدید رایان شاوکراس. چنین طور صفحه توییتری اینتر با گزارش شاوکراس عکس‌العمل نشان داد. با ادامه سخن سری گزارش دیگری بازگشت به فوتبال روسی میکنیم. همگان میدانند که ماه اکتبر یک فوتبالباز ازبکستانی پرمیر لیگ روسیه توانست به سری آ راه گشاید و محض در همان دوران فوتبالباز ازبکستانی دیگر از اوفا به مسکو آمده بود. برای الدار شامورادوف اگر کلی چیز با برار انجام یافت، استان اورونوف باشد در اسپارتاک دیدسکو جای نیافت و دوباره برگشت به اوفا نمود. باشگاه فوتبال اوفا اورونوف را طریق اجاره و با حق خریداری دوباره شامل هیئت نمود. این حمایتگر 20 ساله با همین بازیگر اوفا گردید و این هم در حالی که خود اسپارتاک او را برای باقی‌مانده موسم از صف خویش در کنار گذاشته بود. در موسم جاری چمپیونات باشد اورونوف در اسپارتاک 9 بازی دایر نموده و 1 گل هم به ثمر رسانیده است. در علاوه باید گفت که اوفا میتواند با انجام مهلت اجاره اورونوف را از اسپارتاک بر عوض 3 میلیون یورو خریداری نماید و اگر گازیزوف از فروشگاری دست کشد ارزش بازیگر را میتوانند پایین برند. اجاره این بازیگر 20 ساله ازبکستانی باشد برای دسته اوفا 5.5 میلیون روبل برای 11 بازی ارزش پیدا نموده. با وجود این مبلغ اجاروی تا 400,000 روبل کم می شود، چرا که با هر برآمد خویش در میدان اورونوف نه کمتر از 45 دقیقه باید بازی کند. معاش اورونوف را که 600,000 یورو در یک موسم است خود اوفا پرداخت می کند. همزمان کراسنودار حمایتگر کامرونی اویانگ را از مونپلیه به اجاره گرفت که این بازیگر 29 سال دارد و با همین برای کریستیان رامیرز جراحت برداشته نفری عوض کننده هم یافته شد. بازیگر کامرونی 29 ساله در صف تیم اکسیتانی از تابستان سال 2017 برآمد نموده. اطلاع داده میشد که در شرطنامه اجاره بازیگر حق خریداری حتمی در آخر موسم وارد نشده است. در موسم جاری لیگ یکم فرانسه باشد امبروآز اویانگ 13 بازی گذرانیده 1 گل هم زده است.
همزمان لیورپول میتواند تاکومو مینامینو را با سویلیا با کامپوس عوض نماید. حمله‌ور لیورپول تاکومو مینامینو که عین حال در اجاره در ساوثگمپتون میباشد میتواند ادامه مسند ورزشی در اسپانیا نماید. اطلاع میدهد نشریه لا رازون. طبق معلومات سرچشمه این ژاپنی 26 ساله میتواند شامل شرطنامه گزارشی حمله‌ور سویلیا لوکاس آکامپوس با تیم مرسیسایدی بگردد. در موسم جاری باشد مینامینو 20 بازی در کل مسابقه ها در صف لیورپول گذرانیده 6 گل نیز زده بود. در آخر برنامه امروز باشد از همان گفتنیم که به قول استادیو دپورتیو سردار آزمون باید که از زینیت به سویلیا رود و کینگزلی کمان را سکای اسپورتس از باواریا به امیو میبرد. در حالی که طبق نوشته‌های نشریه اسکای گرمانی از برای اندرس سیلوا اتلتیکو مادرید و امیو روبرو شدند. این بود کل آن موضوع فرا گرفته برنامه امروز. باقی تنصت و پیروز باشید.